حضرت موسی در دل خود گذرانیدم پروردگارا برای ما جنت میگویی، نعمتهای جنت میگویی و من میدانم که پیغمبرهای تو همه وارد جنت میشوند، منم از آن جمله. لکن من در جنت همراه کی هستم؟ همراه کی هستم در جنت و همسایگی کی در من قرار دارم؟ خداوند ندا کرد موسی تو همراه یک قصاب در جنت سکونتی میکنی و هم صحبت میشه. حضرت موسی میگه در حیرت افتادن، قصاب؟ گفتن بله، همراه یک قصاب تو در جنت همراه میشوی. حضرت گفتن اون قصاب کیست؟ گفتن در فلان شهر سکونتی میکنم. حضرت میگه از مکان خود سفر کردن و بر آن شهر رسیدن. نگاه کردن که یک قصاب عادی هست، عملش مثل عمل همین آدم های عادی هست، دیگر هیچ عملی نداره. تا بگاه میگن همین قصاب نظارت کرد، نگاه کرد. بعد این میگه بگاه که شد حضرت موسی خودش رو معرفی نکرد، شناس نکرد، بلکه گفت مسافر آیا در خانه خود راه میدهی؟ ما مسافر هستیم. گفت بله، البته به البته، مرحمت گفته. از پس این قصاب میگه روان شد. وقتی میگه در خانه قصاب در آمدم، در یک خانه مرا شیناند. البته اون وقتا این قصرها و این 3 ایتاژ و 5 ایتاژ خانه ها نبودن، مگر یک خانه یا 2 کلبه‌ای داشتن خلاص. میگه شیناند و حضرت پیش از آن که نزد من دسترخوان پرتاید و آنچه در خانه دارد پیشنهاد کند، اولا نگاه کرده میگه در کنج خانه یک سبدی بود که پر از پخته بود و در داخلش میگه یک زنی خیلی برجا مانده افکار در داخل همون سبد بود. میگه حضرت میگه نزدیک شدن، با دست خود میگه طعام دراز میکردن، بر دهان او کس آب میدادن. وقتی که سیر شد میگه دستش میگه مادر برداشت، یک دعای داد میگه و قصاب میگه از خانه بیرون شد. وقتی میگه این قصاب از خانه بیرون شد، من نزد سبد حاضر شدم و گفتم مادر السلام علیکم، شما کی هستین؟ گفت من مادر همین قصاب هستم، سالهای زیادی رنج دارم، مصیبت دارم، بیماری دارم، لیکن الحمدلله که این فرزند من دایم در فکر نفقه من هست، شکم و لباس من و جای خواب من دائم عیان کردگی هست. میگد گفت مادر عزیز، آیا یگان امید، آیا یگان دعا، آیا یگان درخواست مقصد داری؟ گفت ای مسافر، گفت فقط یک امید دارم و دائم دعای من همین است که این فرزند من بعد این قدر مهربانی هایی که بر من میکند، خدایا در جنت در همسایگی حضرت موسی باشد. فقط دعای من گفت همین است. میگه حضرت موسی گریان شدند و گفتن مادر، گفتن یک شادیانه بر من بده، یک هدیه بر من بده، زیرا که همان موسی که تو میگوی همان موسی من هستم و همان پیغمبر من هستم و دعای تو در نزد خدا اجابت یافت و این فرزند تو در جنت همراه من هست. خوش به حال اون فرزندهایی که همراه پیغمبرها و همراه شهدا در جنت از پشت چی؟ از پشت خدمت کردن در حق پدر و مادر هست. رسول اکرم در حدیثهای فراوان خود به ما و شما خبر میدهد کسی که سحر از خواب میخیزد مرضیاً لابویه، هر وقتایی که سحر بیدار می شود پدر و مادر از او راضی هست، پدر و مادرش راضی هست. مادامی که پدر و مادر راضی شد، رسول الله چی گفتن؟ له بابان مفتوحان الی الجنه. وقتی که پدر و مادر سحر که از تو راضی باشند، 2 دروازه از دروازه های جنت برای تو کشاده ایستادگی منتظر تو هستند. و من امسا
مثل ذالک، اگر تا بگه هم که راضی ایستند، رسول الله گفتند اون دروازه ها هم گشاده منتظر این فرزند هستند. و این کان واحدا فواحد، رسول الله گفت اگر یک تش راضی باشد، یک دروازه جنت برای تو گشاده است. و اگر شخص سحر میخیزد در حالتی که مسخیطا لابویه، پدر و مادر از او راضی نیست، یعنی با او فرزند قهری هستند یا ملال هستند، رسول الله چی گفت؟